لطفا زندگی چیه؟ همه زندگیش دلم جمع میگذارد جدا نگذارد برفتی در یک ماه در یک سال در 2 سال بیا یک ماه 2 ماه پیش زنی بس وقتی که با تیرمان خدا خواست ولی بعض جوانان زن گفته هستن بلیتش گفتگی است میدونه بلیتش خردگی است یک ماه 20 روزه 20 روز با زندگی بکنن من پرد ملادیم بعد اونجا براد خدا خواهد اونجا بسیار زن اونجا زنهای بیتموز پر میگردد بعدی بیچاره کجا برود کی دست کند کی شکایت کند کجا برود همین گوت نه هر روز انتا یک بگه نتش بحث میکنن من مثال تو میارم حیوان هم مثال تو میارم هر بگه مشکاسی یک بگه نتش آقل میکچونن اینی من گجاشی چوار پوله گل کردی این من ندادی زن که جه هم ختمون خودت خدا خواهد انشاءالله زن شو و خدا خواهد سفر برا کنی گجا در نمه که گجا نمیخواره بلیم انصاف هم در کار است زبس کنن اون راستی چون نپرده برفت از 10 سال 5 سال بیچاره خدا خواهد دختراش خورد بچه ها خورد مادر چنی خودش تربیه میکنن یاد نبرد مادر ضعیف است چنی خود سیاست میکند مرد چنی خود سیاست دارد ما میدونیم خدا خواهد شما در مسافرت میگرده اکثر لذت های زندگی مشقت هاش و دشوارش نمیدونه بلکه شما آگاه باشین انشاءالله خدا خواهد برادرها انشاءالله خدا خواهد زنها خوار نکن پگه خدا خوارت میکنه قدر زن نرسی الله نمیرسوند یک روز برای فقط خدمت نیست و غلام نیست از اون بعد جوانا مبادا زنش یک ناز کله گفت نه حکارتش میکنست با بجای یک اقل در همونجا استادن گبی خوبش نمیزنی های ناانصاف اومده نمیتونی اقل گپای شیرینش نمیزنی خودم مرد زن جان صبر کن خدا خواهد انشاءالله میرم من 1 سال نیم سال که کارم ندهی دستش چیکار کنم التماس بکنم نمیتونه بجای با یک بیچاره حتی با مادر و ای بوده است که در جمعیت ما به شوهرش گپ زدن نمیمونده است انا دهشتاش در گجا بوده است شکایت های من رفتی دست خواهرها پیش های ما آمده در کابینت من خواهدشا پرداخته رفته سادیه این زندگی نیست همین اون چه که خدا خواهد انشاءالله میخواهی زنتنم روا بین زنم میخواهد انشاءالله خدا خواهد ششلی خورد زنم میخواهد انشاءالله آش خورد زنم میخواهد انشاءالله سمبوسه خورد زنم میخواهد در چایخونه رفته شیند نمیخواهد چون محیا کرد نمیتونی برای شما دلیل میارم از بازار من میدانم خدا خواهد من توریم گوشتان در سودا میکنم از همین بازار جدا دور کند 1 کیلو گوش میگیرد 2 کیلو گوش میگیرد نکی 1 کیلو گوشت بچه ها تا دورش میخورم جدا بعد خونش آورده با چی میگفته است اینا نمک کلمون با خود نخری میمون میباید این کجاست عدالت است اگر خدا خودم گوشت خونه نورده زنت نده انشاءالله تاری سر نبرداشتت نگرده تو درود کن همون چیزای خوبه همون چیزای زیباره همون چیزای خدا خواهد شرایطاش معیا کن یک دهنگم نمیزنه چون شرایطی خوب ندارد بعد ما کلونگری که در کوچه ها میگردیم حتی خدا سبحانه و تعالی بینیم در قرآن چی گفته است که شما زندگی های خوب کنید 5 هر در بالای ما و شما هست یک تاش میگد آن چی که خری همسر تا خورو هم 2 تا شاشی خودی می 2 تا شاشی که بیو 2 تا سموسه خودی می 2 تا سموسهش بیو آن چی که میگه پوشونی پوشانش وقتی که ما شما 200,000 و 300,000 شیم کسی میخریم برای چی زرتنه نمیخریم کنیم برابری برادری کن و بیچاره من فصل زمستان میشه بعد معصی ندارد لباس های تنوک بیچاره خونه کنه لرزیدن تا بگانیه با کار میکنند این گجاش انصاف است گجاش عدالت است عزیزانی من این همش توصیه چی است پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم است صبر کنن طاقت کنن انشاءالله خدا خواهد زنها را حرمت کنن زنها را باید که مردها را حرمت کنن
چقدر در بالا زن گفتیم برای که زن ها میگیم. زنم انشاءالله خدا خواهد من عروسی امشب امروزه که اینجا اومد وظیفه خدا خواهد باید که دختری شکند. وظیفه چی است امروز؟ الحمدلله امروز در خاندان همچون دختر قبولش میکنن یا نمی؟ اگه با تبا خدا خواهد یعنی همسر شو کتید دخترم گفتا معامله میکنن یا نمی؟ دخترم گفتا مراجعت میکنن اگه باید که دختری شکند خدا خواهد انشاءالله. از دست چی هنر می آید چی کار می آید دریغ ندار. خدمت که خدا خواهد حرمت که 18 ساله که پدر تربیت داد امروز در 18 سال می شود. این مردم زنهای بیگانه می آید تو را می سنجن. من ایسترها رفتار میکنه چکر گفتار میکنه چی میگوید چکر معامله میکنه می سنجد چی ما در سنجش الهی هستی. برای همین اولا خدا خواهد شوهر تا حرمت کن. روز قیامت الله سبحانه و تعالی محکمه سودی داره عزیزان من. محکمه سودی ما شما را سود میکنه. یعنی مثل امروز سودای دنیا خدا خواهد روز قیامت الله ما شما را سود میکنه. یک مردار روز قیامت بعد نماز و طاعت و عبادت و روزه و زکات و حجش از حق پدرش میپرسد. پدر تا خدمت کردی نه. زنها را بعد از طاعت و عبادت و نماز و روزش از حق شوهرش میپرسد. اگر شوهرش راضی باشد با جنت میدرد الا نمیدراید. جنت جای بازی نیست. برای جنت چکار میکنی؟ عمل میکنی. برای جنت حرکت میکنی انشاءالله خدا خواهد. زنها حیات نبراید. ایو امراتی میگه پیغمبر بزرگوار ماتت و زوجها ان راضین دخل الجنه. کدام زنی که وفات کند در دنیا اگر شوهرش ایره و راضی باشد انشاءالله جنت بدهد الا نه. کدام زنی که گفت پیغمبر بزرگوار 5 وقت نماز خوند عورتاش از مردای بیگانه محکم کند حجاب کند شوهرش خدمت کند ای کدام دری که جنت که 8 دروازه دارد از کدامش خواهد الله سبحانه و تعالی روز قیامت داخلش میکند. زنها هم خدا خواهد حیات نبرارند. زنها هم وظیفه دشوارترین است. پیغمبر علیه السلام گفت اگر خدا سبحانه و تعالی انسان را سجده کردن میفرمود من زنها را برای شوهرها سجده کردن میفرمیدم. تو اینقدر بزرگی دارد. اگر سجده کردن خدا اجازت میداد لیکن سجده کردن برای انسان با انسان کفر است. من سجد لبنی آدم فقط کفر گفت پیغمبر. کسی که آدم را سجده میکنند و کافر میشود. من پیغمبر بزرگوار فاطمه مادر نگفتگی سخناش بس همین دخترها میرسانم. یک روز بینین فاطمه مادر مو به حضرت علی حضر مذاق میکنن. وقتی که حضر مذاق میکنن یک کمی سر سختر میزند حضرت علی خفه میشود. 7 مراتبه در اطرافش دور میزند میگه زن جان راضی شو مرد جان راضی شو من خطا کردم. حضرت علی تبسم میکنن من راضی هستم لیکن طاقت نمیکند. حضرت فاطمه مادر گو پیغمبر علیه السلام بهترین دختر شو شیرین ترین دختر شو. دوان میگه پیش پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میگه پدر جان یک گناه کردم. بچم چی کردی گناه؟ همین گناه همین که داماد شما علی خفا کردم. من گناه از خدا پرسید. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم دست بالا نبرداشت. یگانه یک سخن کرده گفتن که یا گفتن فاطمه علی راضی شد گفتن علی راضی شد. علی راضی شد حاجتی از خدا پرسیدن نیست. یا که آگاه باشن که لو متی قبل رضای علی ولا تصلی جنازتکی. اگر علی خفا میکرد و میمردی من جنازت نمیخوندم. تو نگو که من دختر پیغمبر هستم. اگر گفت رسول الله کدام زنی که مثل بی مریم عبادت داشته باشه مثل بی مریم میدانی که خدا خسوله مریم است. بی مریم زن صالحه بود که از مانده 100 مراتبه افضل بود که از جنت برای دسترخوان می اومد. اگر مثل همین گفت طاعت عبادت کند و شوهرش ناراضی باشد وای دوزخی است. تیار نبرد تو زن شده مفته خلاقت بسیار بالا نمیبری. وظیفه های خلاقت زنانه تا حرمت عزت خدمت انشاءالله خلاقت بجا میاری.
رضا الله فی رضای زوج. پیغمبر گفتن رازگی خدا در رازگی شوهره و غضب الله فی غضب الزوج و غضب خدا گفت در غضب پدر و شوهره. کدام زنی که میگه اگر شب شوهرش کار کند دعوتش کند نزدش سرکشی کند تا دمیدن صبح لعنتی خدا بر همون زن است. تمامی فرشته ها الله همون زن لعنت بکرد که برای شوهرش اطاعت نکردنش. اگر میگه شوهر تمامی وجودش چی شود یعنی یاره شود تمامی وجود زخم شود به زبانش تازه کند حقی خداخش شوهرش ادا کردی نیست. ایاد نبرد این زن ها زن خدا خواهد جنتش است شوهر است. جنتی بر بچه ها پدر و مادر است. نیاد نبرد شما بچه ها هم اگر نماز خود طاعت که عبادت کن پدر و مادر تو ناراضی باشد بیکار است. آره نشد نماز هم خدا قبول نمیکند چون که رازی رضا الله فی رضای والدین رازگی خدا در رازگی پدر و مادر است و غضب الله فی غضب الوالدین غضب خدا در غضب پدر و مادر است. یاد نبرید اگر خدا خواهد پدر و مادر چی دعا کنند میگیرد. عزیزان من آگاه باش هوشیار باش. از 3 دعا پیغمبر گفتن حذر کنین. 3 دعا یکیش دعای پدر و مادر یکیش دعای مظلم سومش دعای مسافر. پرهیز کن بین اینها و بین الله حتی پرده نمیشده است. چی دعای کند الله اجابت میکند به زودی خدا خواهد بالای شما میآید. اگر شما خدا خواهد امروز پدران آزاد از بچیکاتو میکشید آنچه کردی با پدر بینی او را از پسر. خدا خواهد بچه 10 سال بعد 15 سال بعد کدوم میشود فوتبال میکند دست برداشتاشی پاچکه میبرداره انشاءالله. یک تا زداشی 10 تا میزند. این حکم شریعت است. آکی پدر و مادرش نگاه همین دنیا نخدا میداده است و آخرت نمیمونه شده. همین دنیا الله سبحانه و تعالی نشان میتیه بعد پشیمان میشه بعد افسوس میخوری لیکن چی فایده. این جهان کو از فعل ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا. این جهان نیست یک کو است وقتی که کو میبرای اگوی صداش میگرده همین کارهایی که دیدم 10 سال بعد 15 سال بعد جواباش میگیری خدا کرد انشاءالله. یکی وقت میگذرد ساعت میگذرد انشاءالله پشیمانی چی در کار بر و پشیمانی ها سود نمیکند بعد دیگر جوان نمیشوی. مبادا پدرت وفات کرده که باشه مادر در دنیا گذشته باشد و این نمی آید دیگر محل گشته نمی آید دوباره. سرها زنی سری خود با سنگی خواهد سرها سرت در سنگ آزد لیکن گشته نمی آید. یا بیاید یکان تشهتش اومده است یکان کسم مادرش اومده است نمی آید. یک بار دنیا اومدن است یک بار رفتن است. در همین دنیا باید خدا خواهد انشاءالله خدمت کنین. در همین دنیا حرمت عزت انشاءالله خدا خواهد. شما حرمت نکنه کینده در کار است. تو مادر حرمت نکنی مادر شما کینده در کار است. طوری پدر شما حرمت نکنه کینده در کار است. باید که شما قدرش نرسه باید که شما حرمت چو کنه عزت چو کنه انشاءالله خدا خواهد چون که میکنن انشاءالله درجای بلند میابین. اگه خدمت های روز برای چی خدمت نمیکنن جواب شما میگیرم انشاءالله خدا خواهد. جوابی همین سوی که دخترهای که اطاعت شوهر نمیکنن شوهرهای که اطاعت پدر مادر نمیکنن زندگی تلخ است. همش یگانه به عبادتی است همش یگانه به نمازی است. عزیزان من کدام وقتی که شما نماز میخونین انشاءالله خدا خواهد عبادت میکنن این قدر این چیزا نمیرسید. این لحاظه نشید این گپی ما و شما از این گوش میدرد از این گوش میدرد زمین است کلت میجنبانی بعد سر نمیدی که با هم کارش است. بحرام گفته یک بزرگی اولیاء الله است قبرستان میدراید قبرستان میدراید که یک چند سرها بالای خاک ایستادگی است. یک چند سرها بعد نیزش نمیگیرن و یک سر نمیزنن ای گوشش میدرد ای گوشش میبراید بعد دورش میزنن و در دیوار میزنن پچکش میکنن. یک سری دیگر نمیزنن که نمیدراید مجبور به پای خودشو زدن پچکش میکنن. سیم سر نمیزنن که نیزه در مابین سر میستد
بعد میگیرن همون سر بوسه میکنن و بالای دیوار میمونن. اطرافشون موریدا شدن، گفتن حضرت چیکار کرده؟ گفتن یک سر زده